بسم الله الرحمن الرحیم. به سری مداد شاپرک خوش آمدید. این جلسه ادامه جلسه 4 هست. میخوام بدون استفاده از مداد اندازه‌گیری این قهوه جوش رو بیارم روی کاغذ، یعنی به صورت چشمی. ببینین به صورت چشمی که میگم کار کنه، یعنی اینکه مدادتون رو نذارید مثلا ته اشیا بعد مثلا اندازه بگیرید بگید مثلا این به صورت چشمی مثلا بگین که این چند برابره مثلا تهش هست. اگه این تهش باشه چند برابره تهشه. ببینید الان من که مثلا چیز نگاه میکنم به این قهوه جوش، میدونم که یعنی من اساس دیدم که دارم نگاه میکنم میدونم که 2 برابره ته قهوه جوشم. از چیکار میکنم؟ میام یه خط میکشم این پایین، میام یه خط میکشم اینجا سمت خودش. این خط قهوه جوشم. خب من میدونم که قهوه جوشم یعنی به صورت چشمی که دارم نگاه میکنم نسبت به تهش 2 برابره، یعنی اینجا با اینجا 2 برابره ته قهوه جوش. از چیکار میکنم؟ میام اینجا علامت میزنم 1 2 تا، یعنی تا اینجا. این میشه سر قهوه جوشم. خب این شکل رو میام برم دیگه وصل میکنم دیگه. ببین الان مثلا یک مستطیل شده. خب توی اگه قسمت جلسه سوم یادتون باشه بچه‌ها گفتم میتونه شیءتون رو داخل یک مستطیل یا مربع یا هر شکل دیگه که دوستان قرار بدیم بعد طراحیش کنید، ولی نکته‌ای که هست باید بدونید که مثلا طولش چقدر مثلا ارزش باید باشه، ارتفاعش چقدر طولش باید باشه که شکلتون کج و معوج نشه، یا یکی بزرگتر مثلا یه جاش بزرگتر بشه یه جاش کوچیک‌تر بشه. بعد اول طول ارتفاعش قشنگ به دست بیارید، بعدش جزئیات روش به صورت مربع کامل کنید. خب من میخوام اندازه‌گیری رو یادتون بدم. اندازه‌گیری یعنی تناسب یادتون بدم بدون استفاده از مربع یا مستطیل بتونید طرح بکشید. خب گردی اینو میخوام درش بیارم. خب اگه این تهیه باشه گردیش هم تقریبا 1 برابره. 1 برابره از اینجا تا اینجا اگه باشه تقریبا 1 برابره. اگر این گردیش باشه مدادتون رو کم رنگ بگیریم بچه‌ها که هر کدوم از خط احساس کردین که بهتره همون رو بگیرین تیرش کنین. خب این از این قسمت. حالا میخوام این قسمت رو در بیارم. اگر این تهیمون باشه من میدونم که این قسمت یک مقداری از تهی کمتره. چیکار میکنم؟ اگر این یه دونه باشه از تهی یه مقدار کمتر، یعنی این فاصله رو اینجا قرار میدم. از تهی اگه این ببینید بزن از تهی یک مقدار کمتر، یعنی تقریبا اینجاها در میاد. ببینید اگه از اگه این 1 باشه ببینید تقریبا نصفه در میاد. پس من باید نصف بزنمش. نصف است. ببینید تا اینجا در اومد. خب این خط اینجا. خب خط این چند برابر تهیه؟ فکر میکنم اگه مثلا یک تهیه داشته باشم تقریبا 1/3 تهیه. اگر این تهیه باشه به 3 قسمت تقسیمش کنن تقریبا اینقدرش میشه اینجا. خب حالا اینجا
اینجا هم که با اینجا برابره دیگه. ببینید اگه اینجا رو به دست آوردین اینجا هم میتونید به دست بیارین. یه خط میزنین اینجا، اینم میزنین اینجا، برابر یعنی اینجا. سرش هم که بالکش هم که اونجا. خب حالا میایم کاملش میکنم. خب اگر این مثلا من پاکش کنم این خطش رو، چیکار میکنم؟ یه دونه، دو تا، سه تا، چهار تاش دیده میشه. یه دونه البته با چشمای من 4 تا بیشتر است، این ورش دیده نمیشه. حالا نمیدونم داخل دوربین چجوری هست. باید دارم بهتون آموزش میدم. یکی 4 تا ورش، یکی 2 تا، 3 تا، 4 تا، یکی 2 تا، 3 تا و 4 تا. ببینید اینا رو به هم دیگه اینجوری میبرید تا بالا. این اینم تا اینجا باید باشه. خب ببینید بچه ها، من اگه این خط رو تا اینجا وصل کنم این مستقیم نیومده، این مقداری کجه، یعنی تا اینجا. خطای اضافه رو بعدا باید پاکشون کنیم، یعنی این مقدار کج. خب بعد این دایره اینم کج نیست، اینم اینجوری. ببینید اینجا این فاصله هست، این فاصله رو سعی کنید بکشید. مثل من خطای اضافی رو پاک کنم، مستطیله بعد پاک شه. خب یه خط جمع وسطش داره، این خطش هم میکنم. ببینید باز از اینجا یه مقداری کج رفته بالا، یعنی این ببینید اگه این خط راست مدادم رو بذارم تا اینجا، اینجا با اینجا، اینجا با اینجا برابره. پس مدادم اگه بذارم اینجا با اینجا برابره. پس این از این ور باز شروع میشه، یعنی باید برسه به اینجا. نه اینجا. اینه یه مقدار کوچکتر بکشم. این چند تا خونه داره؟ یکی، دو تا، سه تا، 4 تا. اینم 4 تا خونه مثل همین داره که باید بکشیمش. یکی، 2 تا، 3 تا و 4 تا.
خب این خونش به این وصل میشه، این خونش به این وصل میشه، این خونش به این وصل میشه، اینم به این وصل میشه. خب اینم صاف نیست، اینم این خط گردی داره. خب میبینید نوکش اومده یک مقداری از اینجا پایین تر، یک نوک اینجوری داره، اینجوری. دستش هم از اینجا شروع میشه. ببینید اگه این از اینجا تا اینجا، اگه از اینجا تا اینجا رو در نظر بگیرید، یک مقداری از این خطه اومده پایین تر، یعنی اینجا. اینا دیگه باید چه دیدتون رو اگه قوی کنید بچه‌ها کاری نداره، راحت میتونید طراحیش کنید، نقاشیش کنید، بکشینش. اینم پیشش. خب دستش هم که مقدار سوخته است. ببینید این تا این انتهای این تا اینجا اومد، یعنی تا زیر این. من زیر اینو این مقداری کشم روش میکشم. خب این تا اینجا رسیدیم به سرش، این باید اینجوری باشه. این باید این به این سمت باشه، این به این سمت باشه و این به این سمت. حالا رسیدم به دستش. دستش ببینید بچه ها، اگر اینجا اینجوری من بکشم، این کلش ببینید این انتهاش اومده تا اینجا، یعنی این اومده تا نصفه رفته، ولی اینش اومده تا اینجا، کامل رفته تا اینجا. اینم تا اینجا. خب یه پیچم که تو مرکزش من دارم میبینم. علاوه است. خب اینم که نصف است دیگه، اینه که سرش رو دو قسمت مساوی تقسیم کنیم وسط قرار میگیره. اینم اینجوری بکشیم. میتونیم رنگش کنیم. حتی اضافه شن که پاک کنی. سعی کنید از پاکون خیلی کم استفاده کنید، فقط مگر اینکه خط اضافه چیزی مستطیل مربع چیزی بخواد بکشین. اینجا شخوره خب دستش هم یه رنگ بزنیم.
اومده بچه من سایه زنیش رو بعدا بهتون میگم، چند تا اشیا رو میکشم جلوتون دوباره سایه زنیش رو بهتون میگم. فعلا همین اندازه ها رو سعی کنین یاد بگیرین. ببینید مثلا اینو من بدون استفاده از مداد مثلا چشمی اندازه هاشو زدم و کشیدم. این خونه ها اگه رنگ بشه اینو اینجوری برگشت بکنم این پیچ. این از سرش میاد داخلش سایه داره.